سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیو امروز ما در مورد تمرین راگ بهروی به شکل پلته می باشه دوستای عزیز. اگر علاقمند همونطور یک موضوع هستین لطفا تا آخر ویدیو با ما باشین. دوستای عزیز، پلته اصلا چی هست؟ پلته تمرین نوت‌های موسیقی است. یک نوعی از تمرین نوت‌های موسیقی است. نوت‌های موسیقی را به شکل پالوی یک دیگه قرار میدن که در اون نظم وجود داشته باشه و یک ملودی مقبول تشکیل بده و بسیار مهم است که در اون نظم باشه. که ما پسان اینا لباس میبینیم که نظم مقصدم از چی است. اگرچه ما در ویدیو گذشته در مورد گپ زده بودیم که دو تمرین صدا را میکنن که به نام پلته یاد میشه. و فایدهای پلته چی است؟ پلته 4 وظیفه بسیار مهم انجام میده. یعنی ما توسط پلته 4 مقصد داریم. وقتی که ما تمرین پلته میکنیم ما میخواهیم که اولی که صدای خود جور کنیم، یعنی گلون خود نوت ها را ما یاد بگیریم که دمون جایش بخوانیم. یعنی امو فریکونسی صدایی که برای هر نوت تعیین شده ما او را کوشش میکنیم که به اون شکل دقیقش بخوانیم. یعنی نوت ها را در جایش تمرین میکنیم که یاد بگیریم درست بخوانیم. یا به شکلی که عام میگن گلون ما یا صدای ما بسر شود. یک وظیفه بسیار مهم پلته همی است که ما توسط تمرینات یاد میگیریم که نوت ها را بسر بخوانیم. و وظیفه دیگه از این چی است که ما وقتی که ما نوت ها را مثلا میگیم سری گما پده امیری که ما پلته را که توسط نوت ها را نامایشان میگیریم و تمرین میکنیم، زبان ما عادت میگیره که کلمه را نوت ها را درست تلفظ کنه. وقتی که این نوت های موسیقی را درست تلفظ کرد باز بعد از او یاد میگیریم چون شعری را که ما میخوانیم امون شعر خوب تلفظ کرده میتونیم. یعنی زبان عادت میگیره که نوت ها را امرای کلمه ها به شکل درست ادا بکنه. یکی از مفاد دیگهش این میست و مقصدش میست که به این خاطر پلته تمرین میشه. وظیفه دیگه تمرین پلته ای است که ما یاد میگیریم که چطور بدون ارمونیا، بدون کمک ارمونیا ما یعنی سر پای خود استاد شویم و نوت ها را بدون تمرین یا بدون کمک یک آله موسیقی دیگه ما بخوانیم. یعنی ما را کمک میکنه که ما مثلا با کاراوکه درست بخوانیم. اگر ما ارمونیا نباشه پیش ما، یک آله موسیقی دیگه نباشه، ما اعتماد به نفس داشته باشیم که ما بدون از اینکه آله موسیقی به زیر دست ما است و ما مینوازیم، بدون از او همچنان نوت ها را در جایش بتونیم که بسر بخوانیم. وظیفه دیگه پلته ای است که ما وقتی که پلته را امرای ریتم یک جای کار میکنیم ما به حساب تمرین ریتم میکنیم. بسیار مهم، مثلا بسیار مهم که ما وقتی که امرای ریتم کار میکنیم یاد میگیریم که چطور وقتی که ما میخوانیم یک شعر در قالب یک آهنگ میخوانیم چطور کلمه را ادا کنیم، چطور بسر ادا کنیم و چطور او را در ریتم بخوانیم. یعنی بهترین تمرین است برای از اینکه ما اصلا آماده ازی شویم که آهنگ بخوانیم. خب دوستای عزیز، ما گفتیم که در پلته باید نظم وجود داشته باشه. مقصد ما از نظم چی است؟ نظمی است. فرض مثال اگر ما سا ری گا ما پا دا نی سا امیره به عوضش بگویم، به عوض سا بگویم یک، به عوض ری بگویم دو، به عوض گا بگویم سه. یعنی بگویم 1 2 3 4 5 6 7 8 یا بگویم سا ری گا ما پا دا نی سا. اگر ما به عوض نامای نوت ها اگر 1 2 3 برشان بگوییم، دی ما خوبتر میتونیم که تشریح بدیم که مقصد ما از نظم در پلته چی است. فرض مثال ساری سگا ساری گاما پا، یا اگر امرای خود ملودیش بخوانیم چه قسم میخوانیم؟ ساری سگا
ساری گاما. و اگر بگویم سری سگره به عوضش بگوییم که یک دو یک سه، یک دو سه چار. سری سگر ساری گاما، یک دو یک سه، یک دو سه چار. ساری گاما گری سر، یک دو سه چار، سه دو یک. ری گری من، دو سه دو چار. ری گاما پا، دو سه چار پنج. ری گاما پا مگره، دو سه چار، دو سه چار پنج، چار سه دو. گاما گپا، گاما پادا، گاما پادا، پاماگا. به این شکل دوستای عزیز ما که دیگه نظم باشه و یک ملودی مقبول تشکیل بده، ایره ما پلته میگیم و تمرین میگیم. دوستای عزیز شما میتونین همچنان خودتان پلته دیزاین کنین. این می رقم نوتا رو در پالو یک دیگه قرار بتین که نظم دو باشه و ملودیوس باشه، یعنی ملودی مقبول از تشکیل شوه و امروز از این شما تمرین کنین و همچنان اگر خودتان پلته ها را دیزاین کنین به حساب رشد میکنه، استعداد موسیقیتان رشد میکنه که این اگر خواستین فراموش نکنین و تمرین کنین. و یک موضوع بسیار مهمی که در پلته است، در تمرین پلته است که پلته نباید از روی کاغذ حفظ شود. قانون درست، قاعده درست پلته این است که نوت ها باید توسط فکر زدن، یعنی آدم از مغز خود فکر بزنه و نوت ها را درست تمرین کنه، از روی کاغذ نکنه. و به خاطر از اینکه وقتی که ما از روی کاغذ تمرین میکنیم دیگه کنسنتریشن نداریم، توجه فکری دیگه نداریم. ما اگر بخوایم که به شکل درست تمام این موضوعاتی که گفتیم که ما مقصد ما به خاطر تمرین پلته همین موضوعات است، همین موضوعات ما میتونیم که عملی بسازیم و به دست بریم در صورتی که ما به شکل درست پلته را انجام بدیم. تمرینات پلته باید که به شکل درستش حفظ شوه نوتا و امو دیزاین باید از حفظ شوه و تمرین شوه. یعنی ما در پلته باید قاعده را بفهمیم که کدام قاعده در این دیزاین استفاده شده و ما را استفاده کنیم و تمرین کنیم تا که همچنان ما بسیاری کسا هستن مثلا میگن ما وقتی که میخوانیم نمیتونیم که ما ارمونیا هم زمان بزنیم و ارمونیا در زمانی که ما ارمونیا میزنیم یعنی بخوانیم. چرا این نمیشه؟ به خاطری که توجه فکری در اونجا نیست و اینمی تمرینات برای ما کمک میکنه. وقتی که ما پلته را از حفظ میخوانیم، فکر میزنیم که خب دیزاین چی رقم بود، قاعده چی رقم است، دینمی زمان ما یاد میگیریم که چندین موضوع یک جای تمرین کنیم، چندین موضوع یک جای تمرکز کنیم و این به این خاطر است که ما اگر این تمرینات داشته باشیم ما میتونیم همزمان بخوانیم و هارمونی همچنان همراهش بنوازیم و یا بریتم او رو بتانیم، یک آهنگ ما بریتم بخوانیم و بنوازیم. دوستای عزیز ما امروز یک دیزاین اینجا یک دیزاینی که اقدر پیچیده نیست ما تمرین میکنیم و این دیزاین البته یک قسمتش ما امروز اینجا تمرین میکنیم به خاطر از اینکه ویدیوی ما طولانی نشه و همچنان برای شما مشکل نشه و قسمت دوم از این باز یک ویدیوی دیگه تهیه میکنیم در خدمت شما که ما یاد بگیریم. در این ویدیو ما اینجا یک جای کار میکنیم که چطور وقتی که ما پلته را نو شروع میکنیم. خب این بسیار نرمال است که وقتی که آدم پلته نو شروع میکنه آدم نمیتونه که نوت ها را همونطور راسن در جایش تمرین کنه. ما با کمک هارمونیه را ضرورت داریم. از او خاطر ما در ویدیوی امروز نشان میتم که اگر ما یک دیزاین از پلته را شروع میکنیم نو که تمرین کنیم چطور ما امرای هارمونیه را تمرین کنیم و با کمک هارمونیه ما مطمئن باشیم که نوتا را ما در جایش تمرین میکنیم. و ما این تمرین فقط در امی میدل اکتیف در امینجا ما در امینجا این تمرین میکنیم. باز بعد از او ادامه از این تمرین در ویدیوی دیگه ما
یک توته از امی اکتیو، دو تا اکتیوهای دیگره، یعنی اپر اکتیو و لاور اکتیو، اردوی زیاره ما یک کم دیگه از ایران باز ما در ویدیوی دیگه کار میکنیم و نشان میدیم که چی رقم باید که پلته تمریناتش صورت بگیره. دوستای عزیز، تمرین ما باز دمی راگ بهروی است، یعنی ما اول باید که اسکیل بشناسیم و به مغز ما بشینه. به هر اسکیلی که شما پلته تمرین میکنین اول باید است که او را اسکیلش تمرین بکنین. ما یک دفعه اسکیل تمرین میکنم که تا به مغز من نوت ها بشینه که باز ما درست بتونم تمرین کنم. در غیر از او امکان ناپذیر است که ما اسکیل اگر به مغز من نشیشته باشه، ثبت نشده باشه، چون اسکیل های بسیار مختلف وجود داره، باز مشکل است که ما دیگه به حساب راه خود بیافم اسکیل درست تمرین کنم. اول تمرین اسکیل میکنیم و سا بسیار خوب باید تمرین شود که سا باید، اگر سا درست تمرین نشد و به مغز ما ثبت نشد، دیگه نوت اتومات غلط می باشه. سا ری چقدر که خواستین دوستای عزیز تمرین کنین تا وقتی که ثبت شود به مغز شما اسکیل. ما برای از اینکه ویدیو ما طولانی نشه این کار رو نمیکنیم و شروع میکنیم. تمرین قسمی است که من دوستای عزیز بر ویدیو ایره نوشته نمیکنم، ایره تایپ نمیکنم. شما خودتان ایره تمرین کنین و خودتان وقتی که شنیدین نوشته کنین، برای کاغذ نوشته کنین، دیزاینش نوشته کنین. برای که اگر ما هر چیز نوشته کنم دیگه بسیار مشکل میشه، برای شما چیز یاد نمیگیرین. من میگم به زبان شما نوشتهش کنین. دیزاین ما قسمی است که ساری سگا ساری کما گریسا. یک دفعه چک میکنیم، دفعه اول که ببینیم ما درست میگیم، یعنی ساری سگا ساری سگا. دوستای عزیز، وقتی که ما میگم چک میکنیم، مقصد ما این است که یعنی ما نوت ها را ببینیم که فریکونسی صدایش درست باشه. مقصد ما از تمرین پلته این نیست که ما نامهای نوت بگیریم. البته ما نوت باید نامش بگیریم و در جای درستش در مو فریکونسی صدایی که به او تعیین شده ما در مو فریکونسی صدا رو تمرین کنیم. وقتی که ما در تمرین میکنیم و میبینیم چک میکنیم، ما بسیار متوجه میباشیم که گوش میکنیم که آیا ما چیزی که میگفتیم امو سری را که ما استفاده میکنیم، آیا به مو سر ما ارمونیم مو سر برای ما میته. چک میکنیم که آیا ما صحیح در جایش به سر ما تمرین کردیم یا نکردیم. یعنی بعضی از دوستای ما فکر میکنن که ما امی نام نوت که بگیریم دیگه صحیح است. نه دوستای عزیز، این مقصد ما نیست. ساری سگا باز میشنویم. ساری سگا ساری گما ساری گما. پس دستمیم، یعنی ما سا برای ما جای تمپوره هستن. می انگشت ما همیشه به سر ازی است که برای ما شروع اسکیلی برای ما میگه، ما را کمک میکنه که ما در اسکیل خود ما بمانیم، از اسکیل بیرون نبراییم. سا ری گا ما باز چک میکنیم. سا ری گا ما پس در سر سمیم. گا ری سا چک میکنیم. گا ری سا باز دیگهش است که امی خود امی انگشت ما اینجا است و باز ما میگیم در نوت دیگه میگیم باز از او ری گا ری ما ری گا ری ما ری گا ما با ری گا ما با.
میکنیم بسیار به دقت میشویم که ما سر در جایش تمرین کرده باشیم، خوانده باشیم. بعد از او افرو شروع میشه. سنی صدا انگشت پس اینجا میه. سنی دپا این رقمی شما تمرین میکنین که چک میکنین همزمان که نوت ها در جایش باشه. حالا یک دفعه بدون چک کردن یا بسیار کم چک کردن این من تمرین میکنم. سری سگا سری گما سری گما گری سا ری گری ما ری گما پا ری گما پا ما گری گما گپا گما پادا گما پادا پا ما گا ما پا ما دا ما پادا نی ما پادا نی دا پا ما دا پا ما پادا پانی پادا نی سا پادا نی سا نی دا پا افرو سانی صدا سانی دا پا سانی دا پا دانی سا نی دانی پا نی دا پا ما نی دا پا ما پادانی پادانی دا پا دا ما دا پا ما گا دا پا ما گا ما پادا پا ما پاگا پا ما گاری پا ما گاری گا ما پا ما گا مری ما گاری سا ما گاری سا ما گاری سا. دوستای عزیز، البته ما اینجا ریتم
بریتم نخونیم، یعنی در ریتم متوجه نبودیم، فقط اینجا تمام هوش و حواس ما به طرف نوت ها بود. سری سگا سری گاما سری گاما کاری سا ریگا ریما ریگا ما پا ریگا ما پا ما گاری گاما گپا گاما پا دا گاما پا دا پا ما پا ما دا ما پا دا نی ما پا دا نی دا پا ما پا دا پا نی پا دا نی سا پا دا نی سا نی دا پا سا نی سا دا سا نی دا پا سا نی دا پا دا نی سا نی دا نی پا نی دا پا ما نی دا پا ما پا دا نی دا پا دا ما دا پا ما دا پا ما ما پا دا پا ما پا دا پا ما گاری پا ما گاری گا ما پا ما گا ما ری ما گاری سا ما گاری سا. دوستای عزیز، این بود تمرین امروز ما. شما دوستای عزیز کوشش کنین که زیاد تمرین کنین. تمرین ساده به نظر میاد اما مشکل است دوستای عزیز.